سلام دوستای خوبم. مثل همیشه امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. یه روز دیگر رو با هم شروع میکنیم. اول از همه یه ماجرای خیلی جالبی بهتون بگم در مورد قهوه. چند وقت پیش من یه ویدیویی تهیه کردم در مورد روتین صبحگاهیم، روتین 5 صبح. البته میگم 5 صبح ولی چون دوست ندارم مثلا دروغ بگم، یه وقتی میشه 5 و نیم و یه وقتی میشه 6 و یه وقتی مثلا میشه 9. روتین روزمره‌ای که دارم و تو اون ویدیو اتفاقا توضیح دادم که اول با یه مقدار سرکه سیب شروع میکنم روزمو با آب. بعد از 5-6 دقیقه بعدش یه قهوه میخورم بدون شیر و بعدش هم شروع میکنم با یه خورده مدیتیشن، یه خورده برنامه‌ریزی روزمو، کاری که بعد انجام بدم، شکرگزاری، ارتعاشات ذهنمو بیارم بالا و واقعا میبینم که از زمانی که این کارو شروع کردم واقعا چقدر روزم بازدهی داره، چقدر اکتیو تر هستم، چقدر فعال هستم. و قبل از اینکه بحث امروزم رو شروع بکنم یه کار خیلی جالبی افتاد. اون ویدیویی که من تهیه کردم خیلی کوتاه بود در مورد روتین صبحگاهیم. یه کامنتی دریافت کردم که برام خیلی جالب بود و اون شخص برای من نوشته بود که تو این دور زمانه هر کس میخواد پوز بده دیگه، حالا میره یه قهوه برمی‌داره دستش میگیره و میاد پوز قهوه رو میده. یعنی برام جالب بود که این طرز فکر، در صورتی که اصلا تیتر ویدیو من چیزی بود که کاملا هدف من تیتر ویدیو همه چی برای این بود که یک روتین صبحگاهی معمولی هستش، در صورتی که اصلا هدف ویدیو قهوه نبود، ولی قهوه جزئی از روتین صبحگاهی من هستش و مثل میلیون ها از عزیزانی که مثل من عاشق قهوه هستن و اصلا چشمون باز نمیشه قبل از اینکه قهوه بخوریم. بلافاصله یک قضاوت شدید در مورد اینکه تو چرا قهوه میخوری، اگه قهوه میخوری، اگه ویدیو در مورد قهوه گذاشتی پس داری پوز میدی. در صورتی که اصلا بحث ویدیو این هست و تیترش و همه ایده این ویدیو این هستش که یه کاری میکنم که 5 صبح بیدار میشم. 5 صبح بیدار شدن اصلا آسون نیست، یا حداقل برای من آسون نیست. در نتیجه به این قهوه احتیاج دارم تا چشام بتونم باز بکنم، تا ببینم مثلا دنیا حقیقت چی هستش، دنیای واقعی چی هستش. بعد شروع کنم مدیتیت کردن یا شروع کنم شکرگزاری یا شروع کنم برنامه‌نویسی. برای من خیلی جالب بود که چطوری یک نفر همون ویدیو رو نگاه میکنه و درک میکنه که قصد اون ویدیو بلند شدن ساعت 5 صبح هستش، برای اینکه شما حساب بکنین که تا زمانی که بقیه اعضای خانواده یا شهر بیدار بشه که معمولا ساعت 7:30-8 شب باشه، شما آردی 2 ساعت 3 ساعت از روزتون رو شروع کردین و 3 ساعت روزانه‌تون رو جلو هستین تا بقیه. خیلی برای من جالب هستش که یک نفر اون اصل مطلب رو میگیره و فکر میکنه که شاید این ایده بدی نباشه. اگر این شخص داره از این موضوع توضیح میده، تعریف میکنه و نتیجهش رو دیده، شاید بد نباشه منم امتحان بکنم. و یک نفر کاملا انقدر این ذهن منفی هست، انقدر این ذهن تا نوک بینش بیشتر از این نمیبینه که فقط به قهوه خوردن من توجه میکنه. خیلی اصلا اهل قهوه نیستن، خیلی اهل چای هستن. همونطور که در خانواده من کسی که قهوه خور خانواده هستش من هستم و قهوه یه چیز بسیار معمولی هست. من واقعا فکر نمی کنم که قهوه خوردن پوز داره، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. به نظر من بهترین کافی شاپ‌ها توی ایران هستش. خب چند وقت پیش داشتم یه بحث خیلی جالبی رو نگاه میکردم و اونم این بود که اون نظر و نگرشی که هر کدوم ما از خودمون داریم. خیلی وقتا هستش که کلا نظر و قضاوتمون نسبت به آدمایی هستن که در اطراف ما هستن و ما باشون معاشرت میکنیم، ولی واقعا هیچ وقت فکر کردین که نگرش و قضاوت نسبت به خودتون چی هستش؟ که ما اول از همه باید برگردیم ببینیم که خودمون رو چجوری میبینیم و اکثرمون نگرش که نسبت به خودمون داریم اون حرفایی هستش که اکثرا توی بچگی به ما زده شده. مثلا برگردیم به گذشته، برگردیم به 5 سالگیتون و با مامان و بابا رفتیم مهمونی یه جایی که نمیشناختین، یه خونه یکی از دوستای خانواده که برای شما غریبه بودن. اولی که وارد در میشین توی محیطی وارد شدین که مهمونی بزرگ بوده، بقیه آدم بزرگا میان شروع میکنن با شما صحبت کردن. تا مثل خیلی از بچه‌های دیگه سرتون بردین توی بغل مامانتون یا پدرتون و صحبت نکردین. در اون لحظه معمولا عکس العمل پدر مادرها که نمیخوان اون شخص فکر کنه که شما بچه بی‌تربیتی هستین، شاید فکر نکنه شما اون آدمو دوست ندارین. پدر روی مادر برمیگرده میگه که
نه این بچه من، این پسر من، این دختر من خجالتی هست. در اون لحظه شما بهتون احساس امنیتی دست میده. خب پس با خودتون فکر میکنین که چون من خجالتی هستم میتونم امن باشم. این حرف خجالتی بودن میمونه تو مغز شما و شما یواش یواش باور میکنین که آدم خجالتی هستی. کما اینکه من خیلی وقتا دیدم که حتی خیلی کسایی هستن که یکی از دوستامون میریم رستوران و از بین دوستامون ممکنه یکی دو تاشون هستن که هیچ وقت دوست ندارن غذا اوردر بدن، سفارش غذا بدن. همیشه میگن میتونی تو برای من سفارش بدی، یا یه وقتی هستش که یه کسی هستن اصلا دوست ندارن جواب تلفن بدن، یا اصلا دوست ندارن توی جمع بزرگ شروع بکنن حرف زدن، برای اینکه فکر میکنن خجالتی هستن. این نظر و دیدگاهی هستش که فقط به خاطر اون یه شرایط، اون یک حرف پدر یا مادر، این تمام زندگی با شما مونده. ولی چی رو از دست میدین؟ اینکه نظرتون رو بگین، اینکه تو محیط کار بتونین از خودتون دفاع بکنین. یا خیلی وقت خیلی از ماها وقتی بچه بودیم هیچ وقت دوست نداشتیم اتاقمون رو تمیز کنیم. هیچ وقت همه مرتب و پرفکت نبودن که. اتفاقا به نظر من پرفکت بودن اصلا چیز خوبی نیست. پرفکت بودن شاید یه وقتی نشونه از استرس هستش. اکثر بچه‌ها دوست ندارن برن اتاقشون رو درست کنن، دوست ندارن مرتب بکنن، دوست ندارن. عکس العمل پدر مادرای وقتایی این هستش که میان تو اتاق و اولین چیزی که به اون بچه میگن چقدر تو تنبلی. این حرفای منفی به نظر من یکی از بدترین یک پدر مادر میتونه برای بچهش به بار بیاره. این حرفای، این لیبل ها و این تیترها هستش که ما خودمون به بچهای خودمون میزنیم. متاسفانه به خاطر اینکه این تیترا رو به خود مام گفتن. یه پدر مادری میاد تو اتاق میگه که از بس که تو تنبلی، شلخته، اتاقت چقدر کثیفه، تو بچه کثیفی هستی، تو شلخته هستی، تو تنبل هستی. تمام زندگیتون این لیبل میاد تو مغز شما که من آدم تنبلی هستم. تمام زندگیتون این طرز فکر، این نگرش که به خودتون دارید، این میشه واقعیت زندگی شما. یا یه مثال دیگه براتون بزنم در مورد وزن. خیلی هستن که بچگیشون توپل بودن، وزنشون زیاد بوده. پدر مادر چی برمیگردن میگن که بچه ما استخون درشته. خب این بچه قبول میکنه که ببین من استخونم درشته، من نمیتونم یه زمانی لاغر باشم. به نظر من چاقی هیچ ربطی به استخون بندی کسی نداره. همون کسی هم که استخون بندی درشتی داره میتونه آدم بسیار خوش‌هیکلی باشه، میتونه تمام چربی بدنش رو تبدیل بکنه به ماهیچه و از همه هیکلش بهتر باشه. من با خیلی از دوستانم که صحبت میکنم اگر وزنشون بالا هستش میگن که نه، همیشه به منم گفتن که من استخوان بندی درشتی دارم، پس من نمیتونم لاغر بشم. که به یه شخصی بگن تو استخوان بندی درشت هست، نمیتونی لاغر بشی، پس همیشه چاق میمونی و همیشه حسرت لاغر بودن رو میکشی. ببینین این چه فاجعه‌ای هستش که بعد تو مغز اون دیدگاهی که اون شخص از خودش داره. همچین چیزی نیست. براتون یه خبر خوب دارم، اصلا اینطور نیست. میتونین همه زندگیتون رو تغییر بدید. یه کاری که من، یه روشی که بسیار جالب بود وقتی این روش رو شنیدم، این بود که یه لیست تهیه بکنین. یه لیست از تمام احساسات، نظرایی که در مورد خودتون، نظرای منفی، از این که مثلا میگم من آدم تنبلی هستم و خیلی هم با خودتون رو راست باشین. این صفحه فقط مال خودتونه، بعدا میتونین بنظرش صداش، ولی به نظر من حتما نگهش دارین. ببینین 6 ماه دیگه وقتی رو خودتون کار کردین برگردین به اون لیست، ببینین که چند تا از اون نکتایی که گفتین رو میتونین الان روش خط بکشین. چون دیگه من تنبل نیستم، دیگه من خجالتی نیستم، دیگه من چاق نیستم. این لیست رو حتما تهیه بکنین. بریم سراغ مثال 1. من خجالتی هستم. این نظر شما نسبتش به شماست. چیکار میکنین در موردش؟ دفعه دیگه میرین بیرون، سوار تاکسی میشین، بریم با راننده تاکسی صحبت بکنین. شروع کنین باهاش حرف زدن. میرین رستوران، بگین بچه‌ها امروز دفعه اولم هست که میخوام سفارش غذا رو خودم بدم. از روی منیو بخونین و بگین که من اینو میخوام. ببینین اون چه احساسی هستش که بهتون دست میده. یه جا میرین توی مطب دکتر، یه خانم یه آقای بغل ازتون نشسته و احساس میکنین که میتونین باهاش شروع کنین صحبت کردن. حتما این کارو بکنین. بهتون میگم اولین کاری که باید انجام بدین اینه که همیشه لبخند داشته باشین. آدمایی که لبخند رو صورتشون هستش، مردم بیشتر مایل هستن باشون صحبت بکنن و اینو بهتون قول میدم بعد از 6 ماه میبینین چه خجالتی بودن وجود نداره. یعنی چه خجالت؟ از چی میترسین؟ ما وقتی ذهنمون رو تغییر میدیم، زندگی و حقیقت زندگی ما رو تغییر میده. پس اگر میخواین هیکلتون رو تغییر بدین، یه کسی رو انتخاب بکنین. این همه عکس و این همه آدمایی هستن که توی مجله ها و توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا هستن و اون کسی هستش که میخواین مثل اون بشین، چه از لحاظ هیکلی، چه از لحاظ وزن، چه از لحاظ موقعیت اجتماعی، چه از لحاظ ثروت. یک مدلی رو انتخاب بکنین، ازش عکس بگیرین، ببینین اون آدم مثلا چجوری صحبت میکنه، ببینین اون آدم چجوری لباس میپوشه، ببینین اون آدم دیدگاهش
چجوری هستش. فکر نکنین از بچگی اینطوری بودن، اونام از هیچی شروع کردن اکثرا. و ببینین که آدمای موفق چجوری وای میسن، طرز صحبت کردنشون چجوری هستش، طرز فکرشون چجوری هستش، برنامه‌ریزی تو روزشون چجوری هست، اونو مدل قرار بدین. همونطور که این راهکارها و این روش‌ها و این تکنیک‌ها به خود من داره کمک میکنه، امیدوارم که اگر میتونه به شما هم کمک بکنه. خواهش میکنم با هم مهربون‌تر باشیم. من اینجا نیستم که بخوام چیزی رو پوز بدم، احتیاجی ندارم بخوام پوز بدم. فقط اینجا هستم که سعی کنم از تجربیات شخصی خودم به این مسیر، چه در قانون جذب باشه، چه در اینکه افکار و ذهنم رو مثبت بکنم، اگر میتونم به هموطنانم، به همزبانانم اگر میتونم یه کمکی بکنم. در آخرم ازتون خواهش میکنم اگر دوست دارین حتما سابسکرایبم بکنین. این بیشتر به من کمک میکنه که آدمای بیشتری این ویدیوها رو ببینن. من ازتون خواهش میکنم که منو حمایت بکنین. من اینجا دوست دارم که یه چیزای مثبتی که در زندگیم پیش میاد، چه سفر باشه، چه رستورانای خوب باشه، چه ایده‌های خوب و تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی باشه، براتون توضیح بدم. اگه چیزی هست که فکر میکنم ممکنه که به خیلی کمک بکنه، اینجا حتما تو این ویدیوهای خودم قرارشون میدم. و در آخرم مثل همیشه براتون همیشه آرزوی موفقیت، سلامتی، جذب ثروت، جذب عشق، جذب تمام خواسته هایی که تو این دنیا میخواین. اینو بدونین که شما لیاقت دارین بهترینا رو داشته باشین. همه ما لیاقت داریم بهترینا رو داشته باشین. و اگه کسی بیاد به ما میگه تو نمیتونی، تو لایقش نیستی، اون آدم رو از زندگیمون محو